روز سرما در جاده‌های سالنگ بیداد می‌کرد. برف همه جا را پوشانده بود و باد تند هر رهگذری را تا مغز استخوان می‌لرزاند. یک بس پر از مسافر آرام و با زحمت از سربالایی بالا می‌رفت. مردان، زنان و کودکان همه در سکوتی پر اضطراب فرو رفته بودند. راننده پایش را روی گاز فشار می‌داد، اما احساس می‌کرد که بس توان بالا رفتن ندارد. امین، کلینر جوان، از همان ابتدا متوجه مشکل شده بود. او خوب می‌دانست که اگر بس در این سراشیبی گیر کند و به عقب برگردد، سقوط آن در دره عمیق حتمی است. همانطور که انتظار می‌رفت، ناگهان بس لیز خورد و شروع به عقب رفتن کرد. صدای جیغ کودکان و فریادهای وحشت زده بلند شد. راننده تلاش کرد کنترل کند، اما دیگر دیر شده بود. امین با عجله از بس پایین پرید. لحظه‌ای به جاده و چرخ‌هایی در حال لغزش نگاه کرد. سریع به سمت عقب دوید و تخته‌ای را پشت تایرها گذاشت، اما بس همچنان حرکت می‌کرد. دست‌هایش از سرما می‌لرزید، اما او فقط به یک چیز فکر می‌کرد: نجات مسافران. یک لحظه بیشتر وقت نداشت. تصمیمش را گرفت. با تمام توان پشت بس ایستاد و شانه‌هایش را زیر تایر گذاشت. فشار وحشتناک بود، اما او عقب نکشید. آخرین نیرویش را به کار گرفت. تمام وزنش را پشت تایر گذاشت و ناگهان بس ایستاد. سکوتی سنگین حکم فرما شد. مسافران که تازه متوجه شده بودند از مرگ نجات یافتند، با وحشت و حیرت از شیشه‌ها بیرون را نگاه کردند. اما امین دیگر ایستاده نبود. او زیر همان تایری که متوقف کرده بود، جان داده بود. امروز در همان جاده‌ای که قهرمانان جان خود را فدا کرد، سنگ قبری قرار دارد که مردم آن را قبر کلینر می‌نامند. هر مسافری که از آنجا می‌گذرد، نگاهی به این یادبود می‌اندازد و با احترام فاتحه‌ای می‌خواند. او دیگر در میان ما نیست، اما فداکاریش همیشه در دلها زنده خواهد ماند. روحش شاد و یادش جاویدان.